استعرض تاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را. درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ای الله به ما چیزی را آموزان که برایمان منفعت آور است و به ما نصیب گردان که از شنیده هایمان برای خود نفع حاصل کنیم. علم ما را افزون بگردان، ما را به راه راست هدایت کن و ما را کسانی بگردان که دیگر آدمان را به این راه روانه می‌سازند. ای الله مایان را بنده های صالح بگردان. خوش آمده. امروز ما همراه شما باری دیگر وامی خوریم تا مسئله داغی را بررسی کنیم که مسلمانان را در فعالیت آنها در راه آزادی از حکمرانی غرب نگران می‌کند. التي تشغل ساحة المسلمين هي قضية الاستعانة بالكافر في القتال. این مسئله به درخواست کمک از کافران در وقت جنگ دخل دارد. برای پاسخ دادن به این مسئله دلیل‌های شرعی زیادند. ولكن قبل الدخول في المسألة اما پیش از آن که این موضوع را مفصل بررسی کنیم میخواهم به چند جهت‌های مهم توجه کنم. قبل بحث المسألة بتفصيلها. جهت یکم این یکی از حقیقت‌های شرعی میباشد. در بین اسلام و کفر همیشه مبارزه هست. الكفر عدو للإسلام. مسلمانان هنگام آموختن هر مسئله باید این حالت را از مد نظر دور نگذارند. لا يجوز للمسلم أن يتغافل عن هذه الناحية ابدا عند بحث ای مسئله. الله متعال می‌فرماید یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا زمانی که به دین آنها پیروی نکنی. باز الله تعالی می‌فرماید کافران اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که به شما خیری از جانب پروردگارتان نازل شود. اگر الله متعال بر مؤمنان خیر نازل کند این چیز برای کافران نفرت آور است. پس چگونه ما میتوانیم از خود آنها نیکی را انتظار شویم؟ جهت بعدی این است که هر عملی که توسطش کافران بر مسلمانان قدرت پیدا میکنند حرام است. دلیل این کتاب الله و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. الله متعال میفرماید الله هرگز به کافران علیه مؤمنان راه نمیدهد. به مسلمانان حرام است که کافران را بر خود حاکم گردانند. عموما در مورد شیوه تحقیق مسئله ها باید گفت که آن توسط جستجوی حکم شرعی به مسئله معین صورت میگیرد. وقتی که ما یگان حکم شرعی را میجوییم باید به دلیل شرعی آن روی آوریم. این دلیل ها کتاب الله متعال و سنت یعنی وحی میباشند. اظهارات آدمان به این یا آن مسئله دلیل نیستند. دلیل مسئله شرعی سخنی در این باره گفته کسی نیست. ما مردم را از خطر صادر کردن خطای عمیق هنگام تطبیق این یا آن فتوا هشدار می‌دهیم، خصوصا در زمان ما که رأی‌های شرعی زیاد به چشم می‌رسند. در زمان ما آدمان به استفاده فتواهای زیادی که از رأی‌های فقیهان عبارتند شروع کردند و ما بر رأی‌های این فقیهان احترام می‌گذاریم. اما فقیهانی که چنین فتوا می‌دادند در زمان معین زندگی کردند، نه در زمان ما. اصحابها الفقهاء ولكن الفقهاء الذين قالوا بها عاشوا عصورا. آنها برای آن وضعیت و واقعیتی که در زمان خودشان موجود بود حکم‌ها و رأی‌ها را بیان کردند. احکاما و آراء لوقائع هي عندهم درسوها و درسوا حیثیاتها. اگر بخواهیم که این حکم‌ها را به واقعیت خود تطبیق کنیم باید بدانیم که این فقیهان وضع کنونی سوریه و وضع کشورهایی را که در نزاع سوریه شرکت کرده با هم اتفاق بستند ناآموخته‌اند. الفقیه لم يدرس الحال السوریه. از این رو در اکثر مورد این فتواها برای حل مشکلات ما موافق نیستند و ما از تطبیق این فتواها هشدار می‌دهیم. هر کسی که حکم شرعی را آموختن خواهد باید به نصوص و دلایل شرعی روی آورد. سپس در مورد این حکم مکالمه صورت میگیرد و بگذار وی به ما توضیح دهد که با تکیه به کدام مثالهای شرعی این حکم را در مورد جایز یا حرام بودن گرفتن کمک از کافران استنباط نموده است.
این مسئله خیلی مهم است. اون با مسلمانان سخت تأثیر کرد. مسلمانان در این مسئله رهگم زدند، آنها را گمراه کردند و این در بسیار حالتها به آنها گران افتید. ما در ایام خود شاهد این بودیم. بیاید اول به خود مسئله برمیگردیم. این مسئله از ما تقاضا میکند که نصوص و واقعیت را بیاموزیم تا حکم شرعی را با واقعیت مورد آموزش تطبیق نماییم. در بعض نصوص شرعی در مورد روی آوردن به کافران در وقت جنگ توضیح داده می شود که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نبرد با دشمن از میان کافران افراد همراه شدند که می‌خواستند در طرف او بجنگند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اثناء قیامه بقتال عدوه من الكفار لحق به افراد آنها می‌خواستند در غنیمتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست می‌آوردند شریک شوند و یصیبوا مما اصاب. در روایت آمده است که در جنگ بدر شخصی به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه شد. او را مرد شجاع میگفتند. اگر از دیدگاه نظامی نظر کنیم، به ارتش اسلامی همراه شدن این سواره یک دستاورد بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این سواره سببی به آنها همراه شدن او را پرسیدند. آن مرد جواب داد که میخواهد با پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنگ رفته در غنیمتی که ایشان به دست میآورند شریک گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسیدند آیا تو به الله و رسولش ایمان داری؟ او نگفت. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمودند که به خانه‌اش برگردد. سپس این سواره بار دوم به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و در بین آنها همین صحبتی که بار اول بود صورت گرفت. وقتی که این شخص بار سوم به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز از او پرسیدند آیا به الله و رسولش ایمان داری؟ گفت بله. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند در این صورت با ما بیا. حبیب ابن عبدالرحمن از پدرش و او از بابایش روایت کردند که گفت من و یک نفر از قوم خود در جنگ با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه شدیم. آن وقت ما مسلمان نبودیم. آنها آن وقت کافر بودند و در دین برادران خود قرار نداشتند. گفتیم شرم داریم که مردم ما به جنگ برآمدند، اما ما نه. آنها می‌خواستند در طرف مسلمانان جنگ کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها گفتند آیا شما شهادت می‌دهید که بجز الله معبود نیست و محمد رسول اوست؟ گفتند نه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به آنها فرمودند ما علیه مشرکان از مشرکان یاری نمی‌جوییم. حبیب الله از او راضی بود گفت آنگاه ما اسلام را قبول کردیم و همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غزوات اشتراک نمودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزاته. اذن اینک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگذاشتند که کافران در جنگ شرکت کنند، اما آنها اسلام را قبول کردند. آنگاه ایشان به آنها اجازه دادند که در پهلوی مسلمانان جنگ کنند. این چنین نصوص دیگر نیز هستند که آیه آن خبر می‌دهد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اشتراک کافران در جنگ همراه مسلمانان اجازه دادند. روایت می شود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ احد دید که کزمان که در صف مسلمانان می جنگید سه بیرقدر را که در جانب مشرکان بودند کشت. فقتل ثلاثة من حملة لواء المشركين أي من الأبطال من الفرسان. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الله به این دین حتی با فاسق هم نصرت می دهد. یعنی ایشان به عمل کزمان راضی شدند. همچنین هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌خواستند به جنگ علیه قبیله حوازین بروند، از صفوان ابن امیه کمک پرسیده از او سپرها و سلاح گرفتند. استعان بصفوان ابن امیه فاخذ منه ادراعا عاریه مضمونه. اخذ منه ادراعا و سلاحا. اگر به این چهار نصوص شرعی نظر اندازیم می‌بینیم که افرادی در این نصوص ذکر شده شخصیت‌های الهیده بودند. ایشان راضی نشدند که بعضی از آنها در جنگ شرکت کنند تا زمانی که گواهی ندهند که هیچ معبود جز الله نیست. بعضهم حتی شهدوا ان لا اله الا الله. در دو نص دیگر آمده است که ایشان به کمک کافران مراجعت کردند ولی به صفت شخصانی که تحت فرماندهی مسلمانان می‌جنگیدند. نصوص دیگر نیز هستند. نص وجود دارد که درباره جنگ احد نقل می‌کند رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام این جنگ به هر یک قوه‌ای که مسلمانان را از خطر نگاه می‌داشت احتیاج داشتند. الى كل قوة تدفع الخطر عن المسلمين.
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای جنگ با کافران به احد روانه شدند، یک دسته جدی نیز بیرون برآمد. یعنی این دسته برای آن وقت با بهترین یراق و اسلحه تامین شده بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها را دیده پرسیدند: اینها کیستند؟ و ایشان پاسخ داده شد: اینها یهودیان از قبیله بنو قینقاع هستند. آنها خویشاوندان عبدالله ابن سلمه و شریکان ابن ابی هستند. عبدالله ابن سلام حلفاء ابن ابی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند: آیا آنها اسلام را پذیرفتند؟ و ایشان پاسخ داده شد: نه. آنگاه ایشان گفتند: بگذار برگردند، ما علیه مشرکان به کمک مشرکان مراجعت نمی‌کنیم. اینچنین در روایت دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم از گرفتن کمک کافران منع کرده فرمودند. توسط آتش مشرکان در ارتش مسلمانان روشنی نکنید. با آتش مشرکان در اینجا نظام سیاسی یعنی قوای حربی و ارتش این نظام در نظر داشته شده است. در نصوص شرعی درباره کمک به مسلمانان چه از جانب شخصان علاهیده و چه از جانب گروه‌های سازمان یافته سخن می‌رود. برای از بین بردن این ضدیت در نصوصی که در بعض آنها پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن راضی بودند که کافران در جنگ شرکت کنند و در بعض دیگر راضی نبودند، ما این نصوص را با همدیگر به طور ضمن جمع می‌کنیم. اشتراک فردها در جنگ تحت فرماندهی مسلمانان جایز است، اما در این مورد انتخاب به دست امام مسلمانان داده می شود تا خود او بها دهد که آیا در این کمک برای مسلمانان فایده هست یا نه. اگر خلیفه مسلمانان در قبول کمک از افراد علاهیده از جمله کافران فایده بیند، می تواند این کار را کند. اگر ببیند که در این کار فایده نیست، می تواند از قبول کمک شخصان علاهیده دست کشد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آدمانی را دیدند که می‌خواستند به ایشان بپیوندند و گمان کردند که در آنها و خصلتشان خیری هست، از پیوست کردن آنها به صف مسلمانان خودداری کردند. با رد خود ایشان انتظار داشتند که آنها به دین اسلام می‌گروند. پس از آنکه آنها اسلام را پذیرفتند، ایشان اجازه دادند که آنها به صف مسلمانان همراه شوند. توقع اذا ردهم ان يرجعوا مسلمين فكان يطمع في اسلامهم فاسلموا فاذن لهم. اما عندما يصبح الامر متوقفا در خصوص کمکی که ارتش یگان دولت که هدفهای خود را دارد و بخشی از اتحاد است مثل قبیله بنو قینقاع، باید گفت که در این مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم از مراجعت به چنین کمک منع کردند. من حلف كما هو في يهود بني قینقاع رسول الله صلی الله علیه و ایشان گرفتن کمک را از لشکرهای متشکل که پرچم خود و راهبران خود را دارند منع کردند. يحرم الاستعانه بجيوش منظمه لها رايتها لها قيادتها فهذا الامر حرام لا يجوز. هذا بالنسبه در اینجا درباره دلایل شرعی در مسئله قبول کمک از کافران در جنگ علیه دیگر کافران سخن رفت. لقتال کافر. پس بیایید به واقعیت برگردیم که در رابطه با آن حکم استنباط کردن میخواهیم تا نافهمی به وجود نآید. جایز نیست که با تکیه به حکم شرعی آید به قبول کمک از افراد کافر از دولت‌های کافر کمک قبول کرده شود. حکم قبول کمک از افراد کافر از حکم قبول کمک از دولت‌های کافر فرق می‌کند. امروز در جهان دولت‌ها در مجموع به طور زیرین تقسیم می‌شوند. دولت‌های امپریالیستی که مقصد و منفعت‌های خود را دارند. آنها این مقصدها را پنهان نکرده به تمام عالم اعلان کردند. آنها گفتند که به کشورهای ما برای مبارزه با تروریسم آمدند. این مبارزه در اصل تنها مبارزه با اسلام است. آنها آمدند که بر کشورها و ثروت‌های ما حکمرانی کنند. این دولت‌های امپریالیستی این را انکار نمی‌کنند. دولت‌های در کشورهای اسلامی موجود بوده یا لختک‌های دست امپریالیستان میباشند یا دولت‌هایی میباشند که از دایره سیاست امپریالیستی بیرون نمیبرایند. دولت‌هایی که از دایره سیاست امپریالیستان بیرون نمیبرایند ترکیه و ایران برای مملکت‌ها میباشند. این دو دولت به خاطر منفعت‌های ناشایان خود نقشه‌های امریکا و غرب را در کشورهای اسلامی عملی میکنند. چنین از موقع دولت‌ها
هذا از من سوی ناحية دیگر من آنهایی که ناحية از این أخرى کشورها کمک میخواهند هذه برای الدول سرنگون يجري کردن الاستعانة رژیم بها یا مبارزه با ليس کافران این کار را نمیکنند. لإسقاط آنها برای نظام أو مبارزه بردن به لمقاتلة مقابل الكفار، مسلمانان به یاری آنها إنما مراجعت میکنند. این از آن يستعان سبب بها روی میدهد که لمقاتلة مسلمانانی که به المسلمين، کمک این دولت ها لأن مراجعت میکنند المسلمين هدفهای جنگ را المستعينين خودشان معین لم نکردند. يحددوا هم الأهداف. فالكل همه يعلم میدانند أن که امریکا أمريكا برای قالت مبارزه با داعش الحلف من ائتلاف أجل تأسیس مقاتلة داد. تنظيم الدولة. ممنوعیت های معین الحلف را من جاری أجل نمود مقاتلة و كذا. بارها پیش راه ويحرم مسلمانان را أن گرفت يكون تا آنها كذا. رژیم اسد را فمنعتهم در من سوریه إسقاط سرنگون النظام نکنند. أكثر من عشرات المرات. پس کی هدف ها را إذن مقرر من میکنند الذي و برای يضع رسیدن به این هدف ها علیه کی ولقتال مبارزه من برده می شود؟ اظهارات فالقول درباره بجواز جایز بودن الاستعان قبول بحلف کمک از ترکیه ترکیه یا امریکا أو خلاف شریعت بأمريكا است. با این گونه هو اظهارات قول میخواهند مسلمانان را مخالف فریب للشرع دهند. فيه تزوير وتلبيس على المسلمين. هذا من ناحية العملية. اما آن نفرانی که نمیخواهند این مسئله را از کتاب الله و دین او آموزند، خود حادثه ها آنها را وادار میسازند که این مسئله را درک کنند. تعلمه جبرا عن نفسه رغم انفه يتعلم. مسلمانان در بسیار جاها از امپریالیستان کافر یاری گرفتند. بالكافر المستعمر في اكثر من مكان. شریف الحسین ابن علی و سعودی ها برای مبارزه با دولت عثمانی از انگلیس ها و فرانسوی ها کمک گرفتند که در نتیجه این مستملکه کنی کشورهای اسلامی به نهایت خود رسید و یهودیان در زمین های مقدس مسلمانان جایگیر شدند. مسلمانان در زمان جنگ در عراق از امریکا کمک گرفتند و آن چیزی که ما می‌بینیم با عراق روی داد. وانتهت العراق الى ما انتهت الیه. این چنین برای از سرزمین خود راندن اتفاق شوروی مسلمان ها از دولت های امپریالیستی یاری می گرفتند. ما دیدیم که مجاهدان از خدمات مخصوص امریکایی ایمره یعنی ترو چطور تعلیم حربی گرفتند. امریکا برای زده غلطاندن طیاره های اتفاق شوروی و آنها موشک ها تقدیم وتزودهم بصواريخ محموله على الكتف لاسقاط طائرات الاتحاد السوفيتي. وقتی که آنها این نقش را اجرا کردند، امریکایی ها به هیچ گونه عهده‌داری ها اهمیت نداده علیه خود آنها برآمدند. طالبان از پاکستان کمک می گرفتند و توانستند 90% قلمرو کشورشان را زیر نظارت گیرند. وقتی که آنها از پیشبرد لایحه امریکا دست کشیدند، این اتفاقچی آنها دشمن خودشان شد. الحلیف الى عدو. پاکستان به پایگاه مبارزه با طالبان تبدیل یافت. خون مسلمانان ریخته شد و همه میدانند که در آنجا چی روی داد. دماء المسلمین والكل يعلم ماذا حدث. آیا وقتی آن نرسیده است که مسلمانان و رهبران آنها نقشه های غرب را درک کنند؟ ان تعی مخططات الغرب. مسلمان باید شخصی زیرک باشد و نباید هر دفعه فریفته شود. ولا الخب یخدعنی. از روی خیرت نمی شود اگر ما چنین مسئله را با مسئله کمک افراد علاهیده برده چسب کنیم. این مسئله با برآوردن فتوا و یا با جای داشتن اختلاف نظر در کتاب‌های فقهی به آخر نمی رسد. به سبب همین مسئله امپریالیستی کافر به شأن و شرف مسلمانان دست زده خون آنها را می ریزاند. و سبب برآوردن چنین فتوا ما غلام غرب میشویم و امکان مستقلانه تصمیم گرفتن را حتی در عادی‌ترین مسائل زندگی خود نداریم. ای الله به مسلمانان فهمش عطا کن و آنها را به دین خود بازگردان. ای الله به بنیاد خلافت که همه چیز را به جای خود میگذارد مدد کن. سلام و درود بر سیدمان محمد، اهل بیت ایشان و تمام صحابگان باد. با اذن الله در آخرین نوبتی وا میخوریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.